بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاضرین گرامی، قبل از همه از خداوند عزوجل در این عرفه مبارک رمضان تمام خیر و برکات و عزت و سعادت و کامیابی های دائمی را از پروردگار با دعا برای همه شما و اهل و خانواده و فرزندان و پیوندان شما تمنا میکنم. عزت و برکت و سعادت دائمی را پروردگار نصیب روزی بگرداند. موضوع امروزه ما با خواهش بعضی از بینندگان عزیز گرامی درباره احترام انسان، کرامت انسان و متاسفانه و بدبختانه گاه میشنویم که خرید و فروش انسان هست. در این موضوع از نظر اسلام چی میگوید؟ ولی خداوند عزوجل آشکار و روشن در سوره اسراء آیه 70 میفرماید که استعیذ بالله ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات. ما انسان رو مکرم و محترم آفریدیم. و زمین و آسمان و همگی رو برای اون مسخر ساختیم. یعنی حالا ببینید انسان به همین جسم کوچکش یک فیلی بزرگ جثه رو رام میکند، استفاده میکند، سوار میشود، یعنی کار میفرماید. حالا میگه هر موجوداتی رو برای انسان چی کردگی هستی؟ مسخر، رام کردگی هستی. انسان میتواند که استفاده کند و حتی انسان میتواند از بایگری های زیر زمینی، چی تنگه، چی طلا، چی گاز، چی نفت، یعنی از عمق چند صد متر داخل زمین، یعنی انسان گرفته میتواند. چرا؟ برای که پروردگار خود پیشکی گفتگی هست انسان رو ولی نه بحر و نه کوه و نه آسمان و نه آفتاب و نه ماهتاب و نه هیچ موجوداتی رو نمیگوید که ما محترم و مکرم آفریدیم مگر انسان رو. تمام انسانیت نزد پروردگار یعنی چه هست؟ دوست داشته ترین مخلوق هست و مکرم و محترم ترین موجودات هست. خداوند عزوجل انسان رو بسا مکرم و محترم آفریدگی هست، خلق کردگی هست. لیکن انسان باید به قدر خود برسد، باید قدر خود رو بداند. کسی قدر خود رو میداند هیچ وقت خور و ذلیل نمیشود. قدر خود رو، قیمت خود رو، شخصیت خود رو، حیثیت خود رو، احترام خود رو وقتی که میداند هیچ وقت ناکام نمیشود. ولو دانشمندانی میگن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی خود رو بشناسد پروردگارش رو میشناسد. هر انسانی اگر بگوید که چیز، هر انسانی بداند که چقدر مخلوق بزرگ است اون خودش و شایسته رو انجام بدهد و عقل رو استفاده کند، پس پروردگارش رو شناخته است، پروردگارش رو میشناسد. پروردگار با پروردگارش همیشه مناسبت نیک میکنه، همیشه علاقه نیک دارد و با بندگان پروردگار از روی رحم شفقت معامله و مناسبت میکند. تمام بدبختی ها در نتیجه به احترامی به وجود می آید. حالا اگر بین انسان ها احترام باشد، چی در دایره خرد، چی در دایره وسیع، اگر احترام باشد هیچ کس ناکام نمیشود، همه کامیاب و سعادتمند زندگی میکند. حالا دایره وسیع ببینید، پروردگار میگوید که استعیذ بالله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. صدق الله العظیم. پروردگار به تمام انسانیت و بشریت خطاب میکند. یا ایها الناس، ای بشریت، ای تمام انسانیت، انا خلقناکم، ما شما را خلق کردیم
از یک مرد و یک زن، یعنی آدم علیه السلام و حوا، و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شما رو به قوم و قومیت ها و چهره ها و زبان ها و ملت های گوناگون تقسیم کردیم. به خاطر چی؟ چرا این همه تقسیم شکل؟ ولو اگر در یک خانه فرزند یک پدر و مادر، 10 اگر فرزند از یک پدر یک مادر باشد، همین 10 فرزندی پدر و یک پدر و یک مادر رو بینی همش یکسان نیست، چشم همش یکسان نیست، چهره همش یکسان نیست. در یک عائله فرزندان یک پدر و مادر. این عظمت بزرگی پروردگار است که هر کسی رو، هر یک انسان یک عالمی الهیده است که اون ارزو دارد، نیت دارد، فکر دارد، اندیشه دارد، خیال دارد، یعنی جسم دارد، قلب دارد، این همه را روح دارد، روان دارد. هر یک انسان یک عالمی الهیده است. ولی میگه که چیز ما این همه شکل ها و ملت و قومیت ها و زبان ها و این همش یعنی گوناگون خلق کردیم. به خاطر چیز؟ لتعارفوا. تعارف یعنی چیز؟ احترام، معامله نیک، مناسبت نیک، شناسایی. باید که معامله نیک داشته باشید. هیچ وقت هیچ کسی رو ظلم نکند. هیچ کسی نسبت هیچ کسی نیت بد نداشته باشد. اگر این گفته پروردگار عملی شود، هیچ کس خور نمی شود، هیچ کس زار نمی شود، هیچ کس ذلیل نمی شود، هیچ بدبختی نمی آید. لیکن متاسفانه بعضی انسان رو میبینید هیچی خوکای میخورند که شیطان نمیخورد اون خوک رو. حالا یکی از همین افلاس‌ترین انسان‌هایی که در یک مصاحبهش خب برنده برنامه میگوید شیطان خیلی زیرک است، میگه این شیطان زیرک نیست، مثل من شیطان زیرک نیست، نعوذ بالله. حالا شرمندگیش در تمام روی دنیا افشا شد. خب به هر حال یعنی انسان فروشی انسان رو به قدر و لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس بهترین شما نزد پروردگار، نمیگه نزد مردم. برای همین هم دانشمندان مفسرین میگویند که هیچ کسی باید نگوید که من برتر هستم، من پرهیزگار، یعنی من چیز بهتر هستم، من سزاوارتر به احترام هستم، من بزرگتر هستم، من اولیا هستم، من دیگر. حتی همونی که بگوید که من اولیا هستم، من کرامات دارم، من این دارم اون دارم، ولی اگر یک اون چیزی اگر از او برایت، اون جادوگر است، اولیا نیست. ما اهل سنت والجماعت کرامات اولیا حق میدونیم، لیکن اونی که اعلان میکند اون جادوگر است. کرامات یا اینکه اون قوه روحی یعنی همیشه باید سیر پنهان بماند. درست که بعضی انسان‌ها هستند، دوستای خدای هستند که دعاشون مستجاب است، حالا دعا میخونن، دعایشون به بیمار تاثیر میکند، بیمار رو خداوند عزوجل به این رو سبب میگردوند، پروردگار شفا میدهد، دعایش مستجاب است. کسی رو دعا میدهد دعایش مستجاب هست. این انسان‌ها هستند، وجود دارند. لیکن اگر خود دعوا کند، میگه اون کذاب دروغگو است، از اون حذر کنید. پس بهترین شما میگه نزد پروردگار، نکوکارترین شما و پرهیزگارترین شما هستید. هر انسانی که نیکی زیاد کند نزد پروردگار با قدرترین انسان انا همون است. نکوکارترین انسان نزد پروردگار با قدرترین انسان است، مسلمان هست. برای همین پروردگار یعنی قدر انسان، قیمت انسان، حیثیت انسان، شرافت مسلمان، کرامت مسلمان، احترام محترم بدن مسلمان نزد پروردگار از روی عملش هست که چی عمل، با کدام نیت کدام عمل انجام میدهد. نیت خیلی مهم است. لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما نزد پروردگار پرهیزگارترین و نکوکارترین شما هستید. این الله علیم خبیر. و پروردگار
بسا آگاه و با خبر است از همه کدام کار رو با کدام نیت انجام میدید نزد پروردگار آشکار است. نزد انسان ها اگر پنهان باشد، حالا ما با مکر و حیله و نیرنگ و خود رو خوب دیگر چه بگنا نشان میدید، بعد کارای انجام داده است یا میدید که شیطان در حیرت میموند. لیکن نزد پروردگار آشکار است. نزد مردم اگر پنهان باشد نزد پروردگار آشکار است. برای همون هر کسی هر چی کند میبیند. هیچ ممکن نیست که انسان کارای انجام داده اش رو نبیند. حتی دانشمندان اسلام میگویند چیست؟ همین سخنایی که میگوید این رو میبینید، نیک میگوید بد میگوید، نیک گفتید نیک میبینید، بد گفتید بد میبینید. حتی باز فروتر رفتن گفتن که هر سخنی که از هر مسلمان یا از هر انسانی که میبراید از دهانش، هر سخنی که میبراید از زبانش، این به مانند فرزندانش هست، همیشه با این انسان هستند. اگر نیک میگوید فرزندی لایق، فرزندی صالح، فرزندی نیک که همیشه همچون مغز اینان بالای چشم دیده میبردارند. اگر بد باشد همچون فرزندان نالایق نابابی بدی که همیشه از گلوی پدر مادر میگیرند یا از گلوی انسان میگیرند، به مانند همین است. برای مسلمان حتی در سخنگویش باید پرهیز و تقوا و فکر اندیشه و دوراندیشیش باشد که مبادا بد نگویم، بد نبینم. هر کسی که بد گفت بد میبیند، بد میآید. هر کسی نیک گفت نیک میآید و نیکی میبیند. هر کسی که بد گفت بد میآید و بدی رو میبیند. حتی گفتن رو باید مسلمان احتیاط کند. حالا که آزار دادن انسانی یا خرید و فروش انسانی یا غارت کردن انسانی یا تحقیر کردن انسانی گجا. پیامبر علیه السلام میگویند که در صحیح مسلم اومده است، میگوید که ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد. پروردگارم به من وحی فرستاد و گفت به امتانت بگو که تواضع کنند، حلیم باشند، بی آزار باشند، بی ضرر باشند، مفید باشند، با همدیگر احترام داشته باشند. ولا يفخر احد على احد. هیچ کسی فخر یعنی غرور مغرور نشود. مغرور شدن میدونی چی است؟ مغرور شدن ناکام شدن. برای میگه کل مغرور مغلوب. هر مغرور مغلوب است. شما دیدید انسانی که چه کبر غرور و دغدغه و واهمه و منمنی و مردم رو تحقیر کمی کردند و بعد درست دوام کنن، هر چی زود میبینید که با فوق زدن دهن و بینی همه پری خون. ناکامترین انسان شدن، همون متکبرترین انسان ها. فخر یعنی اونی که فخر میکند و تحقیر میکند و فوکسیخ میکند و در روز روشن ستاره میشمارد و یا که برای مثال ولا یبغی احد علی احد. بغی یعنی هیچ کسی به هیچ کسی ضرر نکند، نرساند. هیچ کسی به هیچ کسی آزار ندهد. هرگز کوشش نکند که به کسی رو تحقیر کند یا کسی رو ضرر برساند. این است مسلمانی کامل. و در حدیث صحیح دیگر میگوید که المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمانی کامیاب و موفق، ایمان کامل داشتگی کی هست؟ انا همون مسلمانی هست که از دست زبانش هیچ مسلمانی حتی هیچ انسانی آزار نبیند. به اساس. پس یعنی انسان بسا محترم است. حالا حتی ببینید وقتی که انسان در بطن مادر است اون محترم است. مادر حامله باید که دشنام ندهد، غیبت نکند، دروغ نگوید، تهمت نکند، حرام نرود، فسق فجور نکند. چرا که آسیب به جنین، به اون طفله که در بطن بوده اش آسیب معنوی میرساند. اون طفله که در بطن بوده اش، در رحم بوده اش، در بچه‌دان بوده اش آزار معنوی میبیند.
و عاصی و گناهکار می شود برای آزار معنوی دادن به طفلک در بطنش. حتی جای خوفناک، ترسناک، حتی مصیبت ها مادر حامله‌دار را نمیگذارند برود تا اینکه غم و اندوه زیادتی، غم و اندوه بیجا آسیب به اون طفلک میرسوند. حالا ببینید انسان در بطن مادر است، احترام و حقوق این رو اسلام حمایت کردگی است. حالا اون فرزند تولد می شود، پدر و مادر مسئول است. اگر نوجا ظلم میکند با جگرگوشه خودش با فرزند خودش، پروردگار عذابش میدهد. چون که پیامبر علیه السلام میگه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یک کدوم شما مسئول هستید و هر یک کدوم شما حمایتگر هستید و هر یک کدوم شما پرسیده میشوید، مسئولیت دارید. فکر نکنید که این دنیا به صاحب است و فکر نکنید که چیز، یعنی شما دیگر حساب کتاب نمیدهید. پروردگار میگوید که چیز در سوره مؤمنون آیه 115 استعیذ بالله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. شما میپندارید که ما شما را بیهوده خلق کردیم و به سوی ما بر نمیگردید. به سوی ما بر نمیگردید یعنی چی؟ حساب کتابات نمیدید، حساب کتاب نمیدید، حسابات نمیدید. قسم به پروردگار تمام سخن گفتگیت، قدم گذاشتگیت، عمل انجام دادت، نیتی کردگیت رو جواب میدی. تمام انسان خواه باور داشته باشد خواه نداشته باشد. برای چی روز قیامت یک روزش 50,000 سال است؟ قرآن میگوید، پروردگار میگوید استعیذ بالله 50,000 سنه، 50,000 سال نیتی کردگید جوابگری دارد. سخنی گفتگید حسابات میدی، نیتی کردگید حسابات میدی، سخنی گفتگیت حسابات میدی، عملی انجام دادت حسابات میدی، قدمی گذاشتت حسابات میدی. هیچ چیزی نیست که حسابات ندهی. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الینا لا ترجعون. شما فکر میکنید که ما شما رو بیهوده خلق کردیم و به سوی ما بر نمیگردید. برای همه این حساب، برای همه این عملهایتون حسابات نمیدهید. شما نادرست فکر کردید. اگر باورم نداری شما حسابات میدهید. برای تمامی عملهای انجام دادهتون حسابات میدهید. حالا انسان فروشی و آدم فروشی و بجا خر و حرام قطعی است. حتی انسانی رو، استای رو، متخصصی رو اگر کار فرمودید، ظلم کردید یا حقش رو ندادید، پروردگار میگوید که من 3 گروه انسان ها رو خودم حسابات با اونها حساب میکنم و در حساباتشان من خودم هستم. یعنی چیز؟ چرا پروردگار میگوید من خود وای میکنم؟ ثلاثتون انا خصمهم یوم القیامه. 3 گروه مردم رو من خصمشون، یعنی حسابات میکرد، حساباتشون رو ورق میزدگی و پرسنده من خودم هستم. و دیگر یکی از این 3 و رجل باع حرا فاکل ثمنه. یک کدومی از 3 گروه انسانی که یک انسانی رو، آدمی که یک انسانی بیگناهی رو سوی استفاده کند، چه علاقه جنسی باشد، چه کار فرماید حقش ندید. و در گروه دیگه هم همین است که کار میفرماید حق مهنتش نمیدهد. برای همین پیامبر علیه السلام میگه که وقتی که شما انسانی رو، استایی رو، متخصصی رو کار فرمودید، قبل از اون که عرقش خشک می شود حق مهنتش رو بدهید، دیر نکنید.
که برای شما کسرتی، کثافتی، نحسی، ببرکتی در کسب و کار و شرکت و تجارت و در کارفرمایی و در عمر و زندگی و فرزنده و اهل خانواده‌تون نحسی و کسرتی و کثافتی میارد. ولی میگه چیز و رجل باع حرا فاکل ثمنه، حالا که انسانی رو بفروشد پولی رو بخرد، فردا روز قیامت من اون رو حساب و کتاب و من با اون یعنی مقابل اون من خودم میستم میگوید در روز قیامت. برای همین مسلمان باید دور فکر کند. حتی پروردگار میفرماید که در سوره چیز حجرات استعذ بالله یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اون کسانی که ایمان آوردید که هرگز کسی رو مسخره نکنید، قومی رو مسخره نکنید، شاید اون قوم از شما برتر باشه، اون رو مذاق و مسخره و پست میزنید و دیگر غیبت میکنید و تحقیر میکنید. پروردگار میگوید که شاید اون از تو برتر باشد، چرا اون رو تحقیر میکنی؟ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نه زنی از زنی دیگری که اولو رو مسخره میکند و مذاق میکند و غیبت میکند و تحقیر میکند و پس میشمارد و دیگر شاید اونی که اون زنی که دیگر زن یا زنی هورش باشد یا که همسایه‌اش باشد یا حدگانه‌اش باشد که تحقیرش کند و پس بزند و دیگر شاید او از تو برتر است. میگوید حتمی دیگر او برتر است. وقتی که انسان غیبت میکند، سخنچینی میکند، خب تحقیر میکند، میگوید پسترین انسان همین است. پسترین انسان کی هست؟ غیبت چی است؟ پسترین انسان چی مرد چی زن کی هست؟ دروغگو هست. پسترین انسان چی مرد چی زن سخنچین است. پسترین انسان چی مرد چی زن تحقیر کن هست، تحقیر میکند، پسترین انسان است. میدونید دانشمندان اسلام میگن که همه اونهایی که تحقیر میکنن این تحقیر کنندگان حقیر هستند و اون تحقیر شوندگان کامیاب هستند. هر تحقیر شونده کامیاب است و هر تحقیر کننده ناکام. هر ظالمی ناکام است و هر مظلومی کامیاب. چرا؟ بخاطر وقتی که ظالم ظلم میکنه و باز میگویند که اگر همین ظالم بداند که عاقبتش چی هست و این مظلوم فردا روز قیامت این را چگونه به محکمه پروردگاری میکشد و چقدر از اجر و پاداش و خیر و برکت و تمام عملهای نیکش میکشد، میستاند، میگیرد، تا آخر عمر اون مظلومش رو کفت و کو میکند، جستجو میکند، میابد تا اینکه چیز حلالی و فحلی طلب کند، تا اینکه آمرزی شد بخشش طلب کند، تا اینکه در همین دنیا خود را صاف کند. لیکن نمیداند، تحقیر میکند، بد میگوید، غیبت میکند، نمیداند که عاقبتش چی است. اگر بداند تا آخری عمر جستجو میکند تا اینکه اون تحقیر شده یا که اون مظلوم یا که اون غیبت شده یا اونی که زندگیش رو ناآرام کرده یا اونی که بین اکا و دادر یا زن شوهر یا زنی هیور یا خانواده نفاق و نزاع و فتنه انگیزی کرد، اگر بداند که چقدر گناه دارد و اونا فردا روز قیامت این رو به محکمه پروردگاری میکشند و به مقداری ظلمی کردگیش و به مقداری تحقیری کردگیش و به مقداری غیبتی کردگیش و به مقداری ضرری رسانیدگیش از نیکی‌هایش میکشند، میگیرند. در این دنیا تا آخری عمر همون رو جستجو میکند تا اینکه در همینجا برطرف کند چی رو و خود رو برتر نشمارید.
و دیگران رو تحقیر نکنید. به لقب‌های گوناگون میگوید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. بدترین کار است این، چی غیبت باشد، چی تحقیر باشد، چی مسخره کردن یک کسی دیگر باشد. ولی که ایمان دارید، وقتی که ایمان دارید این کارا رو انجام ندهید. و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. اگر این کارا رو انجام داد کسی، توبه نکرد، حلالی طلب نکرد، بحیلی طلب نکرد، پس اونها ظالم هستند، در خسران و در زیان و در ضرر هستند میگوید. برای همین پیامبر علیه السلام میگه که المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یحقره ولا یخذله. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. میگه که مسلمان برادر مسلمانش را ظلم نکند، تحقیر نکند، خوار را ذلیل نکند. پس تقوا اینجا هست. اگر در قلبش ایمان، ذره ایمان باشد، نه ظلم میکند، نه تحقیر میکند، نه خوار یا که چیز ذلیل میکند، پست میزند. بدترین کاری که این تحقیر کردن، حتی ولو فروختن و ظلم کردن و ستم کردن و از جای به جای دیگر بردن. ولو شنیده این خبرهای اخیره که چقدر تا 14 ساله رو سوء استفاده میکردن این ظالمو، یا چند هزار کودک زنده و گور زیر بیناها و بیناها با تیر توپ اونا را زیر خاک کردن، زنده و گور کردن. فکر میکنید این همه هم تو میره و تمام صاحبش نمیبیند جایش رو؟ خداوند عزوجل دیرم بگیرد بس و سخت میگیرد، لیکن هیچ نمیگذارد که نگیرد، هیچ ممکن نیست نگیرد، میگیرد، حتمی میگیرد. باید مسلمان در حذر باشد. مسلمان باید که چیز دوراندیش باشد. مسلمان باید خیرخواه باشد. لبه لبه. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لحظه خوبه اینجا؟ الحمدلله. سلام. برنامه‌تون را تماشا کردیم. حضور احمد بن هویت سخنای خوب گفتیم. و تو یک سوال قبول کنید. الله بجون. همین درباره این آدم ربایی گفتیم. همین خمه دانه که جنایت بدوید خطرناکه یا برحمانه. همین مسئله در همین دین اسلام خیلی چی میگه حضرت؟ سلامت باشید. سلام باشید. دیگر سوال نیست؟ همین جواب میدم. خدا خیر برکت کنه. سلام باشید. سلام باشید. دین ببین اسلام چی میگه؟ حرام است میگه. بدترین ظلم است میگه. ولی فرزند کسی رو میبرن، حبس میکنن یا میفروشن یا میبرن کار میفرمونن 2 سال 5 سال. شنیدیم خبر رو ده 5 سال 10 سال کار میفرماین، بعد میگن برات تمام. یگون چیزی لایق نالایق اجداد از خورده است یا نخورده است بیچاره، بعد برات تمام. ظلم است. نه پروای خدا دارد، نه پروای رسول خدا دارد، نه پروای حلال دارد، نه پروای حرام. من حالا فعلا گفتم که تمامی بدبختی ها و سختی ها و غضب پروردگار مبتلا و گرفتار می شود. انسان ربا، انسان فروش، آدمایی رو که آدم می فروشد یا انسان رو یعنی از جایی به جای دیگر می برد، یا که به فند فریب باشد یا به زوری باشد یا به خنده و تبسم باشد. همون دخترکای تا 14 ساله رو هم میخوای قهرمان شوی، میخوای پولدار شوی، میخوای نام در دنیا مشهور شود. بیچاره بی عقل بی تجربه فکر میکند که تمام راست میگه، میبرندش، سوء استفاده اش میکنن، حتی یعنی چه کاری نمیکنن. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. خدا نشان دهد. برای همین پروردگار اشکار روشن میگوید که استعیذ بالله ولا تکریهوا فتياتكم على البغاء. هرگز شما یعنی ظلم نکنید بالای جوانها یا بالای دخترها، بالای پسرها.
هیچ وقت، یعنی همه اون ظلم دیدید که اون ظلمی از ظلمش نجات، حتی پیامبر علیه السلام میگه الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم ظلماتی یعنی عذابهای سنگین و سختترین و وزنین ترین در روز قیامت، ولو که در جهنم نه، تو جهنم تصور کنید، تو جهنم. برای همین باید که مسلمان حذر کند، پرهیز کند. حالا تجارت با انسان، چی اگر خرید و فروش باشد، چی با فند فریب باشد، چی علاقه جنسی باشد نامشروع، یا اینکه مجبور کار فرماندن باشد، یا اینکه یعنی برای بارکشی کدام نمود با راه و وسیله استفاده کند از اون انسان، همه این نمود حرامی قطعی و از یعنی عذاب دردناک دارد. از بزرگترین گناه ها چی می شود؟ شماریده می شود. از بزرگترین گناه ها. برای همین کرامت انسان یعنی لبه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لبه اگر سوال داشته باشید مرحمت، برنامه مستقیم است. سوال بود اگر مرحمت. اگر خدمت انسان فروختن در قرآن حدیث چگونه آمده باشد اگر میفهمونید؟ خدا خیر برکت یا سلام باشید. دیگر سوال نیست؟ نه تشکر میکنم. سلام باشید. قرآن میگه که در عوض گوش، در عوض چشم، در عوض بینی، در عوض هر عضو سخت‌ترین عذاب و عقاب برای آدم فروش است. سخت‌ترین عذاب و عقاب ولو در خون است. لیکن یک چیز باید ما در مد اولی نظر بگیریم. ولو در قصاص در انسان هست، قصاص گرفتن، لیکن این قصاص خودی اون انسان حق ندارد. باید نظام، حکومت، دولت باید که هر دو طرف محاکمه کند، پرسپوز کند، دقیق کند، عمیق کند و باید که دولت باید این کار رو کند. یا نظام، همون نظامی که وجود دارد، اون نظام حتی که اگر نظام قبیلوی باشد یا نظام اداروی باشد یا نظام جمهوریوی باشد یا نظام شاهی باشد یا نظام اسلامی باشد یا نظام دموکراتی باشد، حتمی باید که همون دولت یا که همون نظام یا همون ترتیبات باید که این جزا رو معین کند موافق شریعت. انسان حق ندارد. چرا؟ پیش از اسلام چنین بود، یک قبیله از یک قبیله نفر میکشتن، باز این قبیله از اون قبیله 10 نفر میکشتن، او قبیله از این 100 نفر میکشتن. همین یک نزاعی که از شتر شروع شده بود بین اوس و خزرج پیش از اسلام، 120 سال این دو قبیله یک دیگر کشی میکردن که اسلام اومد به این 9 سال در آورد. وقتی که چنین نشود، خون ناحق نریزد، باید که دولت باید این قصاص و این جزا و این حکم رو بررسی و قرار رو قبول کند. این خیلی مهم است برادران اسلام. حالا همسایه یا که یک کسی رو صدام خودشون دیت صدام، هیچ ممکن نیست دشمنی کردن. بعد دولت به حکومت میسپرید، حکومت خودش قرار قبول میکنه. تمام ممکن نیست که انسان‌ها خود در علایدگی و اویلا در علایدگی یکدیگر رو جزا بدن. موافق شریعت قطعاً من هستیم. لبیک. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم سوال داشتیم؟ مرحبا. آیا اسلام فروش انسان را رخصت می‌دهد یا من کرده؟ اسلام یعنی شما نو برنامه داخل شدید؟ بله استاد. سلامت باشید. یعنی حتمی جواب میگم من. سلامت باشید، موفق باشید. انسان هیچ فروخته نمیشود. انسان فروخته نمیشود. انسان بسو محترم و مکرم است. انسان بسو شرافت کرامت دارد. انسان اول ما گفتیم که حتی در بطن مادر است، همون مادر خود مسئول است از همون جنینی که در بطنش است. حالا تولد میشود، اون کودک است، اون شرافت کرامت انسانیش را دارد. حالا بزرگ میشود، پیر میشود، هر چقدر پیر شد همون قدر قدرش زیاد میشود. احترام اون واجب است برای پدر، برای فرزندان. احترام پدر و مادر یا هر سال خورده احترام دارد. باید که
جامعه و جمعیت و اویله و افراد باید که اون سالخورده رو باید چیکار کنن؟ باید اون سالخورده رو کمک کنن، باید اون سالخورده رو احترام تحقیر نکنن. موی سفید رو حتی پروردگار میگوید که بنده موی سفیدم اگر دعا کند من دعایش قبول نکنم شرم میکنم. تصور کنید که پروردگار خالق اون موی سفید چنین میگوید وقتی که یک انسان اون رو تحقیر کند گناه نیست؟ لبه. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکرد جمله یک مسئله همین دایره همین موضوع دا یک سوال به میان اومد. بعضا غلطی میشه میبینیم میشنویم که بعضی انسانا عضوهاشون در فروش میمونن، مثال به مثل گردهشون یا از ضرورت باشه یا که برای پدر و مادرش باشه، از دیدگاه اسلام همین یگان جایزی ندارد. سلامت باشید، خدا خیر برکت. سلام باشید. دیگر سوال نیست؟ خب هیچ انسانی حق ندارد که عضو خود را بفروشد. یعنی فروختن عضو حرام است. فقه معاصر پیش در عصرهای گذشته چنین نبود که یک گردش بفروشد یا یک شش بفروشد یا که دیگر. ولی این مسئله معاصر است. در نتیجه پیشروی تکنولوژی، لابراتوری‌ها، تشخیصات دیگر این موجود، لیکن حرام است کسی اگر عضو خود را بفروشد. اما برای نجات یک انسان دیگر، پدر است، مادر است، برادر است، فرزند است، دوست است، رفیق است، همسایه است، همچون تحفه کند. لیکن اینم اگر به شرط درست است برای این دادن یک عضوش، به شرط درست است که طبیب حاذق بی‌غرض صافدل بگوید که تجربه ما مهارت و قابلیتی را داریم که از جگرت قسمت بگیریم که قسمت جگرت میماند، باز انکشاف میابد، خود سالم میمانی و این بیمار هم سالم میماند. در این صورت ممکن است که برای مشکلی و برای دشواری زندگی باید مهنت کنه، زحمت بکشد، نه اینکه عضو خود را بفروشد. هیچ ممکن نیست. الو لبه. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی امروز سوال دارم ممکنه؟ مرحبا. خیلی امروز سوال داشتم. همین کار فرمودن انسان مجبوری چی حکم دارد؟ سلام باشید. دیگر سوال نیست؟ نه. خدا خیر برکته. کار فرماندن انسان ظلم است و گفتم که پیامبر علیه السلام الظلم ظلمات یوم القیامه، عذاب‌های دردناک فردا روز قیامت دارد. حالا تا دوزخ در روز قیامت سختی ها دارد. ظلم کردن، ظلم آشکار است. نفر رو میبرید قرارداد میکنید پیشکی که کار خودت همین قدر. خب قرارداد کردید، وعده کردید، مسلمان باید به قول و به وعدهش وفا کند. اونی که عهد ندارد ایمان ندارد، اونی که زبان ندارد ایمان ندارد، اونی که ظلم میکند اون از روی بی ایمانیش هست که ظلم میکند، کار میفرماید حق اون رو نمیدهد، کسرتی دارد، نحسی دارد، بی‌برکتی دارد، بدبخت شوی دارد، خورشوی دارد، زارشوی دارد، زیر پاشوی دارد. ظالم خود دور خود نزدیک هیچ وقت ممکن نیست که نجات بیابد از ظلم کردگیش. باید احتیاط باشیم. اگر امید از رحمت الهی داریم، اگر امید از زنمون قبرمون نورانی باشد و بی عذاب باشد، اگر امید داریم که قیامتمون آسان باشد، امید داریم که جنت برویم، باید که وقتی کار فرمودید، عهد کردید، پیمان کردید، کار فرمودید، اون حقی استورو باید بدهید. حقی استورو، حقی کارگر رو باید بدهید. ندادید حرام، یکی از گناهی کبیره است. ما خیر برکتیت. جو سوال اومده است که حالا مهر زن، نه مهر زن این حلال است. مهر حالا چیز، یعنی مهر حتمی، یعنی ازدواج ضیافت دارد. نکاح یک معنایش یا که یک چیز مضمونش اشکار کردن که دختر فلانی با پسر فلانی ازدواج میکند. حالا یکی از سنت های ازدواج هم ضیافت هست.
حالا این مراسم ضیافت دارد، چی در حدود دایره خرد چی وسیع، یعنی این ضیافت دارد. این ضیافت را از ایشوری که جو بدهد، باید زن یعنی عروس باید که لباس داشته باشد. لبن حضرت جان نظر خوبه؟ الحمدلله فضل خدا. علیکم السلام. لبن جان گوش میکنم. یک سوال داشتم. مرحمت. آیا انسان ها از نگاه نژاد یا که رنگ و پوست از همدیگر برتری داشته باشند؟ سلامت باشه. دیگه سوال نیست. سلامت باشه. خدا خیر برکت ده. هیچ انسانی از هیچ انسانی برتری ندارد، هیچ ملتی از ملت دیگری برتری ندارد مگر به تقوا. پیامبر اسلام میگه که هیچ عربی از عجمی برتری ندارد، هیچ سیاه پوستی از سفید پوستی، سرخ پوستی از زرد پوستی هیچ برتری ندارد مگر به تقوا، مگر به نکوکاری. کسی که نیکی میکند انا همون است برتر نزد پروردگار. لبن. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله برکاته. الو. علیکم السلام. گوش میکنم. السلام علیکم. و علیکم السلام. ما یکی از همین مخلصان بابا شما هستیم. انا از استرامشم همین درباره همین آدم ربایی چی گناه دارد و همون آدم ربایی پیش راهش برای گرفتن همین یک چی نفهمیدیم. خدا خیر برکت دهد. سلامت باشید، موفق باشید. دیگه سوال نیست؟ حاضر است به همین. سلامت باشید، موفق باشید. خب موضوع ما از اول درباره آدم ربایی گفتیم چند آیت حدیث، باز تکرارا میگویم. آدم ربایی، آدم فروشی حرام قطعی است، حرام قطعی است، ظلم هست و هیچ ظالمی از این کرداری بدش نجات نمییابد. حالا میبینید 10 سال 15 سال بعضی هستن که آدم رو ظلم میکنن. حالا همین مسئله اخیری که در تمام شبکه ها پنج شدگی هست، اون شیطانی که این کار رو کردگی هست، دخترکای تو 14 ساله و 13 ساله و اینو سوی استفاده کردگی هست. ببینید چی شرمندگی هست، چقدر باز حتی رو بر روی دولت یعنی شاهزاده ها و وزیرزاده ها و وزیر و دیگر رو همه رو به این بدبختی و به این شرمندگی و به این کسرتی و کثافتی و نحسی کشیده برده ایستاده است. همین از ظلم عاقبتش. برای همین 1400 سال 1400 چند سال قبل پروردگار گفتگی است که انسان همه مکرم است، انسان همه محترم است، هیچ عربی از عجمی برتری ندارد و هیچ سیاه پوست سفید پوستی از سیاه پوستی برتری ندارد، هیچ سرخ پوستی از سفید پوستی از سیاه پوست برتری ندارد مگر به تقوا. مگر انسانی که نکوکار باشد و تقوا داشته باشد، مهنت کند، زحمت بکشد، علم بیاموزد و خدا ترسی کند، عمل زیاد انجام میدهد، انا همون نزد پروردگار باز مکرم و محترم هست، نه نزد مردم. در اول صحبت گفتم که حالا هیچ کس حق ندارد بگوید که من بزرگترم، من عالمترم، من عالم هستم برای همین برترم و بهترم از شما. نعوذ بالله. حدیث پیامبر علیه السلام خواندیم که میگه که نه، یعنی هیچ کسی رو مسخره نکند، هیچ کسی رو تحقیر نکند. آیت کریمه هم سوره حجرات است. برای همین باید که مسلمان همیشه کار و کردارش از روی انصاف باشد، چرا که انسان شرافت در بطن مادر است، انسان شرافت دارد، کودک است، نوزاد است، شرافت دارد، کودک است، شرافت دارد، جوان است، شرافت دارد، پیر است، شرافت و کرامت دارد، حتی زیر خاک است، در قبر است، شرافت و کرامت دارد. حالا ببینید بالای قبر چرا خواندن نماز درست نیست؟ نماز که عبادت است، لیکن در بالای قبر نماز نخوان میگوید، در قبرستان نماز نخوان. برای که اون مرده ها کرامت دارن، شرافت دارن. هم استخوان پوسیده انسان کرامت و شرافت دارد. مبادا از جای استخوان آدم برآمد در یک خلطه سفید نمازی پاک به نماز نباشد، اون متاع داخل اون میکنید میبرید در یک قبرستان، گرونه شتکش نمیکنید، گناه است. وقتی که جسد یا که مرده یا استخوان یا سر یا که عضو انسان، انگشتا یا پنجهش، هر چیزی شد، یعنی جسد انسان یا استخوان پوسیده انسان که برآمد، ببینید که کرامت شرافت دارد. انسان مرده و استخوانش کرامت دارد.
حال زنده اش کجا قیاس نشونده است. اون رو باید که در یک متاح پاکی نمازی سفید او رو میپیچونید میبرید در گورستان، لحد نمیکنید، جنازه نمیکنید، گور میکنید، تمام. چرا که لحد و جنازه و همهش اون حساب و کتاب شدگی است، دیگر ضرورت به جنازه و به چیز ندارد دیگر. اون میت یک بار جنازه و یا کفن و چیز، کفن و شستن و کفن کردن و جنازه کردن و لحد کردن یک بار است دیگر که استخوان برآمد. ولی اون زمینه به استخوان انسان نیست. انسان وقتش چند صد سال پیش شاید یا در جنگ یا در یا طبیعی قبرستان بودگی است، بعد که میکنید که میبروید استخوان میبرد. استخوان در لباسی سفیدی نمازی پاک میپیچونید میبرید در گورستان گور میکنید، تمام. حتی اگر میتی در محله اگر پیدا شود، اهل اون محله اون میت رو نبرد، نشوید، کفن نکند، جنازه نکند، گور نکند، اهل همون محله یا اهل همون شهر، ساکنان همون شهر یا ساکنی اون محله همه آسیب و گناهگار میشن. چرا؟ بخاطر که اون جسد شرافت دارد، اون انسان است. میت مرده انسان شرافت و کرامت دارد، باید که زیر پا نشود، لگد کوب نشود، زیر پا نماند، اون رو باید برند گور کنند. فکر میکنم که ما حالا که از وقتی جدا شده حتی گذرانیدیم. به هر حال برادران اهل اسلام، در اخیر من یک چیز گفتنی هستم. کامیابترین مسلمان کی هست؟ این سوال خیلی مهم است. دایم در مد اولی نظر شما این سوال رو بگذارید. کامیابترین مسلمان کی هست؟ کامیابترین مسلمان، خیرخواهترین مسلمان، نکوکارترین مسلمان است. هر چقدر که نیکی نیت رو نیک کردید، قلب رو صاف و پاک کردید، هر چقدر که عمل نیک انجام دادید، هر چقدر که بی ضرر و بی آزار شدید، کسی رو ضرر آزار نرسانیدید، هر چقدر خیرخواه شدید، همون قدر کامیابتر، موفقتر، خوشبختترین انسان مسلمان زندگی میکنید. برای همین چیز دانشمند میگوید که اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. اذا اردت ان تسعد فاسعد الاخرین. سعادت دنیا و آخرت میخواهید، برای سعادتمند شدن دیگران تلاش کنید، پروردگار سعادت دنیا و آخرت رو برایتان میدهد. سعادتمندترین انسان همون انسانی هست که برای سعادتمندی دیگران سعی و تلاش میکند، نه برای نکن کردن و ظلم کردن و ستم کردن. هر ظالمی حتمی ناکام و بدبخت و خوار و ذلیل و زیر پا است و هر انسانی مفید و منفعتناکی همیشه تاج سر بالای چشم دیده است. و این دنیا چنین نیست که هر کاری را انجام دادیم و بعد جوابش را نگوییم، نیست. برای همین من آیه کریمه رو خوندم، باز تکرارا میخونم. میگوید که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. شما فکر میکنید که این دنیا بیهوده، شما رو بیهوده آفریدن و شما به سوی ما بر نمیگردی. پروردگار میگه من شما رو بیهوده آفریدم. این همه نازکی ها و این همه یعنی مرکباتی که در حیات انسان هست، فکر میکنید که این تصادفی هست و شما جواب نمیگویید و شما به سوی ما بر نمیگردید و جواب نمیگویید و حساب کتابی ندارد. حتمی هر سخنی، هر قدمی، هر عملی پیامد دارد. نیک گفتید نیک میآید، بد گفتید بد میآید. نیک کردید نیک میآید، بد کردید بد میآید. برای می احتیاط باشید.
و همزمان یک چند مسئله کوتاه من باید بگویم. دیروز جلسه شورای علمای مرکز اسلامی جلسه نوبتی برگزار شد که از نهادهای متصدی و وابسته و تمام اعضایان شورای علما و علما از تاجیکستان حضور داشتند و قرار قبول کردند و موافق حساب علمی انستیتوت استرافیزیک اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد اونها رمضان انشالله خداوند روزی 19 یعنی پنجشنبه، روزی چهارشنبه بیگاه تراویح هست و روزی پنجشنبه اولی ماه مبارک رمضان. این یک. دو مسئله خیلی مهم برای نمازگزارا و اونایی که تراویح میآیند خیلی مهم این است که من همچنین رئیس شورای علما از همه شما التماس خواهش میکنم ماشینای خود را تا در مسجد نبرید. 1 کیلومتر 2 کیلومتر قدم بزنید، هم سلامتیتون می شود هم برای هر قدمیتون اجر است. او محله یک خدا نشاند یک بیماری از سوختاری از یک صد گپ خبری هست، چند هزار نفر در اون کوچه یا در اون محله زندگی میکنن. شما میروید ماشین رو در دم راه محکم میکنید، در اونجا تنبشوی میشود او صد گپ صد خبر صد حادثه هست. پیامبر علیه السلام میگه شما چیزی بدبوی خوردید مسجدمون نیایید، عذر ندید با چیزی بدبوی خوردگی، سیر باشد پیاز باشد هر چیزی باشد، شما میگه در خانه اتون نمازتون رو در خانه اتون بخونید، جماعتمون نیایید. چرا؟ به خاطر اینکه شخصی دو نفری که در پهلو نماز میخونند از بوی دهانی این خورو باشد خورو باشد خو سیالف باشد هر چیزی که بدبو باشد، خو سیر باشد خو پیاز باشد سنو هر چیزی که باشد خیلی میگه دوری بجید. یا بیماریه که دهانتون بو میکند تو به اون بیماری برطرف شدن مسجد جماعت نیوید میگوید. حالا عذر 2 نفر، حالا محله اهل محله راه گذرو چند صد نفر چند هزار نفر از این راه باید بگذرن بروند بیان کار و بار و زندگی و ضروریات و بیماری و صحتی و خوشی و ناخوشی و مصیبت و خودون شانتیت سوختار و دیگر باشد. او چی میگه با جای ثواب گرفتن گناه میگیرید. برای همین من تاکید تکرار میگم که ماشین‌هایتون رو به مسجدها نزدیک نبرید، دورتر بگذارید، پیاده قدم بزنید. این قدم زنی هم سلامتی شما می باشد و هم اجر و پاداش. هر قدمی که راست میگذارید ثواب است، هر قدمی که چپ میگذارید دفعی گناه است. قدمی راست قدمی چپ، قدمی راست قدمی چپ، اجر نیست شدن گناه. دیگه مسئله دیگر، حالا در تراویح نفر زیاد میشد، در صف نماز هیچ وقت یعنی تلفن رو با آواز ندارید به مسجد. متاسفانه گاه میبینیم که بعضیا با تلفن هایشون میدراین خاموش نمیکنن یا که به آواز نمیکنن. و همون تلفن هم زنگ تلفن هم یک فرهنگ استفاده داشت و یک موزیک های نمیدونم که شرقی و غربی و نمیدونم که چی بالا و بتر درنگ درونگ و مسجد یعنی همه نمازگزار رو و خصوصا امام رو پریشان میکند. برای همین آداب مسجد رو یکنیم. و مسئله اخیری که میخواستم تاکید کنم، ماه مبارک رمضان ماه دعا و ماه اجابت و ماه خیر و احسان و سخاوت و دستگیری و رحم و شفقت و دوستی و برادری است. برای این ماه مبارک رمضان، این ماه بزرگ، پیشکی آمادگی ببینیم، نیت رو نیک کنیم، قلب رو صاف و پاک کنیم، کسی رو رنجونده بدیم بخشش بپرسیم، پهیلی بپرسیم، حلالی بپرسیم. و این مهم تا اینکه این ماه مبارک رمضان برای همه ما و شما با برکت و برای وطن عزیز ما سر تا سر خیر و فیض و برکت شود. با این همه آرزوها این برنامه رو به پایان میرسونم و از خداوند عزوجل برای همه شما با دعا تمام خیر و برکت و عزت و سعادت ابدی رو تمنا میکنم تا برنامه‌های دیگر در پناه پروردگار قادر توانا باشید. سلامت باشید.